ببین، تو فقط اولشو طاقت بیار. وقتی شغلتو از دست دادی، وقتی طلاق گرفتی، وقتی عزیزتو از دست دادی، وقتی فهمیدی همسرت بهت خیانت کرده، وقتی مجبور شدی مهاجرت کنی، اون موقع شاید فکر کنی دیگه قراره بمیری، همه چی تاریکه، ترسناکه، میترسی تنها بمونی، میترسی از پسش بر نیایی، میترسی ضعیف به نظر بیایی، ولی تو فقط اولشو طاقت بیار. چون یه روز که دیگه اولش نیست، یه روز که دیگه خیلی از اون روزای اولش گذشته، یهو به خودت میای میبینی خیلی وقت دست گذاشتی رو زانوی خودت، از اون همه تاریکی رد شدی. اون موقع شاید هنوز با خوشحالی خیلی فاصله داشته باشی، ولی میبینی که زنده موندی. میفهمی که یه موقعی تو زندگی هست که زنده بودن بزرگترین دستاورد ما آدم هست.